میگویند که این یک پاره متوع عادی است و نشانه ایمان ماست. چرا به این دخالت میکنند؟ ما باشیم میگوییم که این نه تنها متوع عادی است، این یک لطه پاره است. بله لطه پاره است، لطه پاره ای که با آن چنگ های خانه رو تازه میکنیم. این لطه پاره یک جز این نشان ایمانداری بودن نمیتواند. زنه که بدینی به ایمان کافر لعین پلید الان تو رو کشتن لازم است. همه بکشن. تماشابینان محترم، کمی پیش رویدادهایی که پیش بینی شده بود به وقوع پیوست و افسوس که به خونریزی انجامید. رئیس اتحاد زمان معاصر یعنی صاحب تفکر زمانوی هنگام وضع گفتن سنگ باران کرده شد. رئیس اتحاد جمعیت که از طرف یک زن سطردار سنگ باران کرده شد هنگام واقعیت جانش را از دست داده. مرحمت، خوش آمدید. باز بیایید. شنیها آن همین رنگش بسیار زیبا، همین خیلی خودت میدونی، اما با فکرم یگان چیزی خاکسارو نگیر. شاید اینش رو خودت میدونی، اما میتوانی مثلا انا این رو میدونی برای چی؟ چون که مادامی که سطر میپوشیم باید آزاده بشیم، لیکن دقت جلب کننده نباشد. راست میگویی، لیکن من اینش رو میگیرم. من اینش رو سبیل مونت فراموش شده است. همین زن رو چی شد؟ دیدی؟ چی شد است؟ کمی پیشتر همین بود. بیو رفتیم. آموده هستید، سر میکنیم. زنان معاصر ترکیه، من به شما همچون رئیس جمعیت زنان معاصر مراجعت میکنم. از عقیده و تفکر سیاه عصر میانگی رها یابید. این لطف‌پاره نشانه ایمانداری بودن نمیتواند. از این هم مهم است نشانه پیشروی شدن نمیتواند. حالا باشد به این لطف‌پاره جزای سزاوار میگیرید. اول این چیزی چرکین رو از بویهایش سازه میکنید. یک زارد اعتراض کنن، لیکن به نمایش گذراندن اجازت نده. فهمو؟ انا دینید این چیزی که این سطر سزاوارش میباشد. خانم خواهش میکنم تنها اجازت معنی دادکنی را دارید. سخنرانی میکرده باشید مرحمت، اما نمایش ایشان ندید. و این اجازت قانونی ندارید. ما را به پیشگیری نمودن مجبور نسازید. حاضر در حضور همه شما این لطفا خاتمه را دهید. با نمایش اجازت نداریم. کناریس خلال نرسان. زنان بدین به ایمانی لعنتی، با کدام حق شما این کار رو کرده ایستاده اید؟ شما خود را کی میحسابیده؟ حالا ایستید. خانم گوش کنید، سخنرانیشون با آخر رسیده باشد. التماس پراکنده شوید. شما کاردار نشوید. حالا ایستید. ما یک انقلاب کنیم که تو و تو بر اینها رو چخل که این روی مال رو آتش زدی آتش میزنیم.
خواهرجان آرام شوید. به همین هم خواستی آنها بین ما بلبله انداختن است. کاری تو نباشد کاردار نشو. تو هم در آتش جهنم میسوزی. من با تو با اغواگری هایشون فریفته ایوا نشوید. جان بیا رفتیم. التماس. کامران خوبم سردار، چیزی نیست. پراکنده شوید، روید از اینجا. با اون طرف رفت. کامران بخیز خیز. آدمان رو پراکنده کنید لیکن آرامانه. ببخشید. هیچ گپ نه. یوری هم؟ تشکر زیاد لازم نیست. ایستا. پلیس. تماشاگران گرامی، چند لحظه پیش واقعی عجیبی رخ داد. رئیس اتفاق زنان معاصر پروفسور احسین بکریان به هجوم ناگهانی گرفتار شد. حالت احسین بکریانی که به هجوم زنی سطرپوش گرفتار شده بود حالا خوب است. زنی سطرپوش از جای واقعه گریخته نتوانید. به کار می آمده باشد جناب. بسنده نیست و من بسنده نیست. آه جناب، عجایبات گذشت. این رو باید میدیدید. تماشا کرده؟ از کدام شبکه؟ بسیار خوب، بسیار نقص، بسیار نقص. نه به ما چیزی نشد. نمایش سطر سوزانی نشان دادیم. مسئولان از یک دو نفر بیانات گرفتند و خلاص. یک طرف آخر کاری مهم دارم. چی ها شده ایستاده است؟ حیران میشوی؟ نقص که از بین رفته ایستادم. گویا یگان چیزی مهم باشد. این ندی گویا این راه هم از آنها باشده. کجا میشی تو بی؟ زنک رو بین، راه را از خود میشمارد. ایستا، حاضر من به تو نشان میدهم. آینک رو فرام. تو به راه روی چی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ ماشین رانی کجای و تو کجا؟ کله برم. تو اول قاعده ها رو آموز. با کجا می روی؟ با کجا؟ چرا به تو راه می دادم؟ آخرین چی گفت؟ بازی کرده ایستاده ای؟ نه به تو کله برم. ماشین رانی رو کی به تو یاد داد؟ تو به قشلاق رو، به قشلاق. 10 تا کودک کن تو، 10 تا.
خدایا این چه حال است؟ این رو بینید در روزی روشن دهشت رو بینید او رو میکشد. کنی روز شوید. چقور نفس کشید. بسیار خوب. بله همین خیلی. آرام شوید. سرتون رو قفا بردارید. آرام شوید. بسیار خوب. یگان گپ نیست. آرام شوید. این زن مگر دیوانه شده است؟ نه خود که زن. این چه جهالت است؟ حتما با پلیس خبر دادن لازم است. شاید او رو کشته باشد. این چه جهالت؟ خدایا این روزها رو هم دیده من. نفستون کشوده شد؟ با آسانی نفس گرفته میتوانید. بسیار تمام. تماشابینان عزیز با سیام میدانید. افسوس که رویدادهای پیش بینی شده پسی هم بر روی نوار می آیند. بعد از خبری مهمی در دوام روز پیشکش شما کرده اما یکی از قهرمانان خبر رئیس اتحاد زنان معاصر پروفسور احسین بکریان بعد از 2 ساعت سخنرانیش در کنار یکی از کوچه ها از طرف یک زن سطربند راهش بریده شده از ماشین برآورده لط و کوب کرده شد. حالا به نواری با کامری تلفن ثبت شده توجه نمایید. چه خیلی که شما نیز شاهد این نوارهای دهشت‌آور می‌شوید. پروفسور احسین بکریان از طرف یک زن سطربند روی زمین افکنده شده سپس آشکارانه لگدکوب شد. حالت پروفسور بکریان در چهرهش عیان است. تأثیرات و اندیشه‌های شما تماشاگران عزیز را انتظاریم. جانان لبایزه جان خوب چی؟ این یک اسلوب طبی؟ زه جان تو چه میگویی؟ نفهمیده ایستادم. دوگانت؟ رفیق سردار حادثه در وسایط اخبار درج شده است. گوش کنید. وای نوارها رو از تلویزیون تماشا کردم. من دخترم. کاری اونجا کرده جانان یاری اولین است که در طب قبول شده است و هنگامی در گلوروس ماندن یگان چیز استفاده می شود. شما پلیسا نیز دانستنتان لازم. واقعه رو با پورگی نمیدونم اما احتمال او بزن یاری میداد. درست، لیکن در نوار تلویزیونی با پایش و پشتش میزد. بینید اصلا در این حالت ها با پای هم میزنند که جانان این کار رو کرده است. معلوم می شود که چیزی روس مانده از گلو نافتیده است و او مجبور شده است که با پای زند. اگر نیتی بد می داشت پس چرا پای افضالش رو کشیده زده است؟ با پای افضال هم زدن می گرفت، همین طور نی؟ جانان گفته دقتم رو جلب کرد. خانم دوگانتون می شود؟ بله دوگانه مکتبی هم. او نیز مثل من در یک بیمارخانه دکتر است. شما دکترید؟ در بیاناتم گفته بودم اون وقت به بیمارخانه برای یک کاری عاجل رسیدنم لازم بود. کمیسر حادثه عیان است. خانم را نجات داده است. ترکیب جنایت وجود ندارد. بیاناتش را گرفته او را رها کنید. سردارم پروکورور نیز میخواد بیاناتش را گیرد. کی؟ جناب سوها؟ بله. خواته نشید، من با او گپ میزنم. سیامی ما کار خوب کرده است. دومن جان بعضا همه چیزها رو آماده میسازی و نمیشود، لیکن بعضا باشد چیزی میخواستگیت ناگهان با آغوشت میافتد. برای همین حیات سورپریز نبوده چیست؟ لیکن به دست افتادن میده که ما خوب نشد. از نامش معلوم آدمی میده کارهای میده چویده را انجام میداد وقتی کار ناشایمیش رسیده است. اما جناب امنیت از همه کارهای شما با خبر بوده است. دومن تو پیش از نفقه برآمدن نیز همین خیل واهمه چی بودی؟ آرام شو. پلیس به دلیل یگان چیز کرده نمیتواند. قانون ها با آنها مانع میشوند. بگذار دانستن گیرند. پلیس ها را هیچ دوست نمیدارم، لیکن برازکاریشان حیرانم. این دیگر طرفی مسئله. خب میلش.
آغوشخانه های زیاده در هر سوی ترکیه پهن شدند. اینها محصول سالهای طولانی است. یگان تایش از دیگرش خبردار نیست. اگر مجبور شویم یک تایش را قربان میکنیم و با همین مسئله حل. تو باشی میترسی ما با امنیت در این باطلاقزار مگس کشی میکنیم. انا همین طور. لیکن جناب میانه رفاهای در مطبوعات داشتمان را نیز میدانستند. میدانید که ما با آنها علاقه زیج داریم. توفه هایمان تیار شد؟ بله جناب. نقص روان کنید. چرا شرمنده می شدیم جناب؟ گوش کنید جناب پروکور. خانم دکتر است. یا اولا نشان داده است. واقعا نمیسلی نشان داده وسایت اخبار است. برعکس شما در حالت بسیار مسخره آور میمانید. میبینیم. چه حال داری؟ والله از دم مرگ بازگشتم. قریب بود که میمردم. توبه گوی. از دهانت شمال برد. تو به ما لازم هستی. با وی زن چی شد؟ چی میشد؟ بسیار مشهور شد. روز دراز در خبرها با کلتک‌های به تو زده است. کلتک؟ لیکن حقیقت را چه خیلی که ما نشان دهیم همان خیل نشود. من به خانه رفتن میخواهم. یعنی چی خیل باور نمی کنم. امشب در نظارت خانه خواب می رود؟ مگر یگون کسی می فهمیدگی نیست؟ آخر کاری کرده جانان عیان است. گوش کنین قرار پروکورور است. واقعا توسط اخبار که پهن شد رنگ دیگر میگیرد. چاره نیست منتظر میشویم. اکا جان از همه بدش جانون یک کودک مکتب رو دارد. با بالای این شوهرش نیز در خارجه. آخر حال کودک چی می شود؟ نباشد این خیلی میکنیم. تو کودکش را گیر و به خانه ما رو. خوب؟ بیا همینم رخصتی تو سر شد. سر شد. ایسین خانم در پیش دروازه خبرنگاران زیاده هست. هوشیار باشه. خواهد از دروازه احتیاطی بروی. تشکر. ایسین خانم حالتون خوب است؟ تشکر. یاری دهم. کمی بالاتر ایستگاه تاکسی است. شما رو به اونجا برم؟ شما کیستید؟ خب هر کی باخت و دیگرش شتامگا میخرد. در دوبای شد میلش. خیر بای بای میلش. درآید. جنابی اگمن مهمان داریم. کی؟ جنابی که ماهی گذشته آمده بود. همان شخصی که نامش رو نگفته بود. هدیه آورده بود. فهمو تکلیف کن. مرحمت. خوش آمدید. مرحمت شدید. پیشوایمون با شما سلام گفتن. این را برایتان فرستادم. این چیزی است که کیها شما میخواستید. چرا زحمت کشیدن؟ شما نیز با آن کس عرض سپاس مرا رسانید. اصلا این بیگاه شما را انتظارم. این بیگاه؟ در کجا؟ یعنی ویزن در حقیقت به شما حمله نبوده شما رو زد؟ حالا در این موضوع صحبت کردن نمیخواهم. برای تو خانه آوردنتان تشکر. نمیارزد. اگر صحبت کردن خواهید زنگ زنید. شب و روز هیچ فرقی ندارد. برایتون سلامتی میخواهم. تشکری زیاد. پیشوا برایتان فیلمی با دخترکان خورد به نوار گرفته‌تان روان نمودند. خیالم کمی بی‌پرده نموده است. چطور؟ از کجا دسترس کرده باشد؟ عجبا. پیشوا در کلکسیشان فیلم زیادی دارد. این را به شما برگرداندم برای خبرهای امروزه. لازم نبود. من با خواهشی دلم آماده کردم این خبرها را.
дар дасташон боз филмҳои зиёдатон аст. аз ба хурдсолон майл доштанатон ҳайронанд. хаёлам ин бегоҳ шуморо интизорам. lekin چی اوچم این شب نمیآید؟ امشب در یک جا ایستادنش لازم. برای همین امشب با ما میمانی جانکم. اوچم چرا زنگ نزدن؟ شاید تلفنش رو فراموش کرده باشد. شکلات میخواهی؟ نمیخورم. الپرل لبای 1 دقیقه اینجا بیا. چی شد اوچه؟ نه از بازی آمدم. کنی گزل جان رو گیر یک جای بازی کنید میلش؟ اوچه؟ الپرین اوف خیلی میلش. گزل جان انا بین الپرین اکاد با تو کامپیوتر بازی نشان میدید. بازی کردن میخواهی؟ ها کنی بچه درون دروی. بیا جانکم با تو کرتا دوزم. با تو غذایی هم. خوابش برد. کنی خواب کن. البته شیرمکیده آرام شد. برای روحی مادر این طفلکی بیگناه از طرف هنیرپا 41 بار خواندن سوره یاسین بسیار نقص شد. برای رفته ها از همه چیزی بهترین دعا است. مندرس هم دعایی برایش کرده ایستاده امان را معقول کرد. معقول کرد؟ یعنی چی خیل؟ گویا در خوابم. یعنی در خوابتان. حلیمه جان، یک فرزند داشتی، اکنون 2 تا شد. مادرت نیز هست، باز کار هم میکنی. حالا باشد مسئله جدا شوی برآمد. اکنون مرد خانه هم نیست. خدا را شکر سنبول هست یاری میدهد. شمایان هستید کو؟ کی راست؟ گویا احوال تو از من بهتر باشد. تو هم مردی خانه نداری، کودک هم داری، باز کار هم میکنی. لیکن کاری تو مشکل تر است. چی کار کنم؟ معلوم می شود که رزق طفلیتی ما همین خانه می برآمده است. او برایمون وزنینی نه برکت. حلیمه جان، دخترک خوب هستی. اصلا اپا جان، من درباره تو همین خیلی فکر میکنم که به همه چیز نظری نیک داری و به همه سختی ها تاب می آوری. رحمتی مندرس اکم خیلی خوشحالی بودن که همین خیلی زن نصیبشان شده است. هر شب پدرش را در خوابش می بیند. گویا شکلات می داده است. می گوید که یگان بار چنین شکلات ها را ندیده است. ایست من می بینم.
شین حلیمه. خوش آمدید رفیق سرکمیسر. از برای خدا شین، خواهش میکنم. مرحمت شین. نه وقتم تنگ. چای بیارم؟ نه تشکر. این میدچه ما شما را آرام نمیماندگیست. نه برعکس، فاتح بسیار کودک آرام است. حلیمه راست در پیش تو در خجالت هستم. به این هم دردی سرت از حد زیاد است. رفیق سرکمیسر، چقدر که نجیب سردار گفته بودن ما گروه یاری رسانیم، نه تنها در وقتی کاری بلکه همه وقت و در همه جا. وظیفه اولین درجه همون یاری دادن است. من برای خانه کمی میده چیده گرفتم، بعد تپوشای کودکانه نیز گرفتم، لیکن نمیدانم درستش را گرفتم. باید برای کودک نوزاد میگرفتید، اینها کلانند. نخود. یا الله. در ما هست، مشکلی ندارد، حل میکنیم. تشکر. اینطور باشد. به من اجازت. تلفنم همیشه کار میکند. اگر یگان گپ شود البته زنگ زنید. خیر. خدا شما بخیر. رفیق سرکمیسر، باری دیگر هم دردیم رو قبول کنید. خطاهایت زیاد است اگمن، خطاهایت زیاد است. این چی خیر سرلوه خودش؟ جناب، به همینم برای سرلوه نوشتهمون اعتراض زیادی کردند. من حاضر اعتراض را. سرلوه باید شمشیر بر این شود، باید ببرد، نقش ماند. و تو خبرنگاری را همیشه من یاد دیم مگر؟ از شما بسیار چی آموختم جناب. دومان با ما شراب بیار. با چشم جناب. ببین، حسی واهیم انگیز زلزله را تشکیل کردیم از روی خبرهای آنها. مرحمت جناب. تشکر. اینها را با من نقل نکن. بله، زلزله میخواستم که در استانبول چنان یک زمین لرزه شود که 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون آدم بمیرد، بی سر و سامانی و واهمه به میان آید. خلق گشنه و تشنه ماند، به بانک و مغازه های ویران شده هجوم کرده به یغما برند، یک پاره نان هم نیابند، برای یک لقمه نان یکدیگر را کشند.
دولت عاجز ماند بگذار قیامت و بی سر و سامانی شود. انا همان زمان گروه های علاهیده ما به میدان می برایند. با آنها بعضی قوه را بیدار نموده اداره دولت را از دست این غارتگران و پابرهنه ها می گیریم. دولت را از خود می کنیم. از خدا این را می خواستم. کاش که می بودی از او این را می خواستم. اگر دوستم این سو می آمد در زیر زمین 50 کیلومتر 100 کیلومتر چنده باشد ماده ترکنده گذاشتم می کفاندم. همین شهر همین دولت پریشان شود گفته. جناب ما به همین هم در بین خلق بعضی خبرهای دهشتبار پهن می نمایم که شور و ولوله برمی انگیزند. این را به من نقل نکن. اینها مانند ویروسی، زکام خیتای و دیگر از جنگ پسیخولوژی می باشند. اینها را چرا نقل کردم؟ اینجا نشسته زلزله که در آن 3 میلیون آدم می میرد انتظار شده نمی توانیم. این زلزله را سلوه های روزنامه تو و خبرهای زودپن شونده تو به میان می آرند. به فکرت از همه سلاح دهشت آور و تاثیر بخش کدامش است؟ من از کلاشنیکوف AK-47 بهتر یگان سلاحی را نمیدانم. شما چی؟ از سلاح آنقدر خبر ندارم جناب. فکر تو چی؟ نمیدانم جناب. در اصل اگمن تو میدانی اثرهای صنعتم را که همچون خوابی برایت روان میکردم از یک طرف همین از طرف دیگر این یعنی تلویزیون. سببی این بگاه شما را دعوت کردنم نیز همین است. به نزدیکی جنگی را که تأثیری ترکنده دارد آغاز میکنید. شما نیز زیر دستتان بوده را با طرز اعلی به کار میبرید. امرتان به چشم جناب، لیکن کارها چنانند که ما مثل پیشتر کمی به دستگیریتان احتیاج داریم. باز چی خیل دستگیری؟ خوردگی در پیشت نه خوردگی در پست. مثلا همین جناب سایت‌های اینترنتی روزنامه و شبکه‌های دینی غلاغله میبرارند. هر یک خبرمون زود آشکار میشود. آدمون بسیار زود کار میکنند. این خیل از یک دو ویران کننده ها می‌هراسته باشید. گوید که دانیم و شما را به یگان جا به استراحت روان کنیم. البته به همیشگی چی گفتید؟ لازم نیست جناب، ما گفته هایتان را فهمیدیم. امید دارم. او ممدو با خیالم جای خواب و راحت نیست داشتم. مرا چطور یافته جورا جان؟ جورا جان کار من همین است. کار شوبه شما رو ما کمتر میدونیم که یک نوع نشته کنیم. گفتم گیر. تشکر. برای چه لگت زده؟ برای در مزار خوابیدنم؟ نه، برای با شکم خواب بودنت. واقعه را فهمیدم. همدردیم را قبول کن. الله تعالی جای انگم را جنت کند. شهید شد خدا رحمتی.
انشاءالله شهید شد. تو در کجایی جوره جان؟ دادی به استانبول آمدنم فقط تو رو میکوبم. زنگ میزنم هیچ وقت نمیتوانم. جوره جان در تخانه زندگی میکنی مگر؟ همین خیلی از پس عریفانی بدکاری. بوی آنها از بوی پرتوگو هم بدتر است. خدا بخشد. توبه در پیش این نعمت دهانم را ویران کردم. گیر کریم پنیر نیز هست. چه روزهای بودند زیر یک کرپه میخوابیدی. تو تماما تغییر نیافته ای؟ زمانی بود گوشت پریشان در مزار آمده خواب میکنی نمیدانم. تو در مکتب همین خیل بودی مگر آشنا؟ خودت چی؟ من همچنین برای ملتمون به درونی آتش نیز میدرایم. یگان جایت میسوزد البته. به فکرم خانه‌دار نشده ای ها؟ حالا این کار را مان. یک موضوع بسیار مهمی دارم که با شما باید صحبت کنم فوراً. خوب؟ شما یعنی که ها؟ با شعبتون. زی جون پسرچم کجاست؟ از اینجا بر آمدنت رو نبیند گفته کمی بالاتر در یک جا نشستن. خواطر نشو. مایلش خیلی نمی شود. پسرت تو رو در این حال بیند چی می شود؟ گریه نکن. رفتیم. بیا. همکسبان و حاضرین محترم، درباره دستگیر کردن گروه ولکان به من هم خبر دارید. باید که این نوبکاران را جستجو کنیم. قریب همه اعضایان این گروه را میدانیم، حتی پیشوایشان را نیز. شخص پیشوا میگفتگیشان را نیز میدانید؟ البته. من همچنین تخمین داشتم. این آدمان بعدی به منصب رسیدن از خود میروند. نه رفیق سردار، بعضی هایشان طبیعتا پلیدند. مادر زود. اگر همه گروه معلوم باشه چرا دستگیر نمیکنید؟ رفیق سردار، این گروهی که ولکان نام دارد با تمام گروه های همتای خود و با دیگر گروه های جنایتی پنهانکار، با تشکیلات و جمعیت های خلقی، با گروه های کلان خرد محلی و حتی با بعضی از منصبداران هم همکاری میکنند. این چنین با بعضی از جمعیت های غیر قانونی پنهانی نیست. جمعیت؟ جمعیت پنهانی؟ ما اعضایان جمعیت صلح برادری آدمگری هم گفته از چی باشد تمام واقعی‌هایشان را پنهانی میگذرانند. بسیار سرهایی دارند که به خلق آشکار نمیکنند. من بودن نامهایی به این جمعیت اعضا بودگی را ما نمیدانیم. در آن اساسا شخصان آبرومند اعضا میباشند. چند تا جمعیت های پنهانی وجود دارد که نه همه آن را ما میدانیم. آنها همانه که این طور. این میدانسته یکو مشهور بوده است. دان اگر در داخل یک جمعیت آبرومندان باشند و کارهای پنهانی باشد، دان که در آن کارهای غیر قانونی جای دارد. بله، اما چه خیلی که گفتم با تمام این گروه ها در علاقه زیج می باشند. مخصوصا طبقه حاکم برای در داخل اداره کارها ننمودنشان دقت جدی نشان می دهند. یعنی و میدونید که ما همچون کارکنان امنیت خودسرانه آنها را دستگیر کرده نمیتوانیم. بعد از پیدا نمودن دلیل های بسنده و با اجازت پروکراتورا هر کسی را که باشد زیر نظارت میگیریم. به هر حال سبب امروز در اینجا بودنمان اهمیت خاصی دارد. نسبت خبری که به ما رسید وضعیت بسیار خطرناک است. چه خبر؟ در بین مردم فتنه انداخته نمایش‌های فتنه انگیز برپا میکنند. از روی خبرهای گرفته‌مان گروهی با نام ولکان نقلیات کلان مسافربر را یعنی کشتی، قطار اتوبوس را آتش میزنند یا در آن جایها بمب میترکانند. این چنین به شخصان منصبدار سوء قصد کردن را به نقشه گرفتند. اما همین نمایش‌های اولا فتنه انگیز خیلی و خیلی مهم است. چی میشود؟ یک رکتر را میکشند، حتی از داخل تشکیلات خودشون. تخمین داریم که امنیت شما را زیر نظارت میگیرد. برای این هر گونه سفسطه ها را نیز بافته میتواند. شاید یگان چیزی را بهانه کرده به شما یک محافظ هم میدهند. پیشوا مخصوصا با دقت شدنتان را تاکید کردند.
وای روز هم یک داشت آمده بود، یک سرداره. در همان مسئله تنسلروی راست ما را تهدید نمود. از کارهایتان باخبریم، زیر نظارتت گفت. بله، شاید به واسطه شما بعضی چیزها را فهمیدنی باشند. حتی به شما سوی قصد نیز کرده میتوانند. با دقت باشید. پیشوا محض همین را گفتند. یگان تکلیفی از امنیت آمده را قبول نکنید. خوب. از روی خبرهای گرفته‌مان سوی قصدچی نیز معلوم است. سببی در اینجا با شما شعبه‌های ترور، شعبه زودعمل و شعبه تقویت این خبرها را گفتنم همین است. زیرا این جمعیت به دایره کارگرد همین شعبه‌ها تعلق دارد. در ورقهای به شما پیشنهاد کرده معلومات‌های عاید به سوی قصدچی پیش بینی کرده‌مان هست. آن شخص به بلاغت نرسیده است. از 18 ساله خورد است. بله، مثل واقع سال گذشته این تاکتیکا این گونه آدمان رو فریب دادن آسان. شاید به خاطر چی این کارو کردنشون هم نمیدونسته باشد. بله، از روی خبرهای گرفته همون سوی قصدچی بعد اجرای سپوریش از بسر و سامانی استفاده برده میگریزد. اگر گریخته نتواند در محبسخانه با دارو یا که با یگان واسطه دیگر او را دیوانه میکنند. حتی ادوکاتش نیز تیار است. وای هم از همون تشکیلات است. البته تشکیلات ولکان همه گونه احتمالیت را به نظر میگیرد. مثلا از جانب ما در نظارت بودنش را نیز میدانند. از همین سبب بعض معلومات‌های نادرست عاید این کار گرفته‌مان ممکن است. کدام از معلومات‌های گرفته‌مان درست، کدامش برای فریب است، فهمیدنمان مشکل، زیرا با وقت مبارزه می‌بریم. خوش درباره کی و در کجا شدن سوی قصد یگان معلوماتی هست؟ چه خیلی که گفتم، از سبب سربسته کار کردنشون معلوماتی عمیق گرفتن مشکل است. با اطراف معلومات‌های زیادی افلاسی را پهن می‌کنند. برای خبر نشدنمان یعنی بین خود خبرهای رمزنویس استفاده می‌برند. خبرها با واسطه خطکشان‌های مخصوص می‌روند. گوش کردن نتوانیم گفته طبقه‌های بالایی تا حد امکان تلفن استفاده نمی‌برند. تنها طبقه‌های پایانی و کارپیشبرک‌هایشان تلفن استفاده می‌برند. به همین هم اکثریت آنها برای کی کار کردنشان را نمی‌دانند. در خصوص سوالتان باشد نجیب سردار. درباره وقتی سوی قصد هرچند عمیق نباشد هم احتمالیت پرقوت عاید به وقتی سوی قصد موجود است. پگاه رکتور عاید زیر خوف بودن طرز زندگانی سزاوار و سرزنش کردن اعضای استادان همون دانشگاه اسین بکریان در نزد وسایط اخبار سخنرانی میکند. احتمال به تشکیلات ما نیز اشاره کند. یعنی این گونه کارها همیشه همین خیل پیشکش میشوند. میدانید که پس این سوی قصدچی در زیر نظارت هست؟ خبر گرفتیم که به استانبول آمده است، اما عاید جایش هنوز معلومات عمیق نداریم. همین که معلوم شد شما را خبردار می‌سازیم. خوب، هدفشون کیست؟ رکتور یمن کیرجالی. جناب رکتور مساعد نیستند. گوش کنید خانم، من جناب رکتور در درون است یا نه گفته پرسیدم. مساعدت گفته نپرسیدم. آخرین خیل نمی شود که در درون است گفتم. جناب خواهش میکنم جناب رکتور مساعد نیستن. التماس. چیکار؟ شما چیکار کرده ایستاده؟ با اجرام چه خیل به اجازت بدرایید؟ خانم، ما رو با جناب رکتور تنها گذاشته میتوانید؟ زود بیرون برایید. گوش کنید جناب یمن، برای وقتی پر از عشق و محبتتان رو بریدنم عذر میخوام، لیکن در حال واخوردنم عذر. و سردار بودنتان کاردار نیستم. پاسمان ها را خبر بدهم. خواستگیتان رو کنید، لیکن اول با شما صحبت کردنم لازم، لیکن تنها. اویستد خواهش درمان دارم خودم بروم. الو، پاسمان ها را. جناب یمن، با شما نقص اونس میگیریم گفتن نمیتوانم، اما شما نیز بدانید که این یک مسئله شخصی نیست. شما را نمیشناسم، نه کار دارم. از سبب کار راههایمان با هم راست میآید. در اینجا بعضی فعالیت‌های غیر قانونی است. کافتوکاوی آنها باشد زیر دایره فعالیت ما است. شما رکتور این دانشگاه بزرگید و میدانیم که با بعضی واقعه‌های غیر قانونی وابستگی زیست دارید. اثبات کردن نمیتوانید. حالا در دست تنها یک دو شاهد دارم و مقدار لازم دلیل به دست دارم. دستانتان زنجیربند میشوند. ولی امروز به اینجا برای نآمدم. نگاه کنید، مرا ناز گوش کنید. یک خبر گرفتیم. پگاه به شما سوی قصد میکنم. چی؟
در پایان 3 کارگرمان هست و شما همچون محافظ تعیین کرده شده. نه با من محافظ لازم نه. بینه جناب امان، اگر پلیس نمی بودم هم و شما برای این آدمی که به این قدر افلاسی آلوده شده است این رو می کردم. برای به بی سر و سامانه ها در اومدن این دولت همه چیز رو می کنم. شما بر اینها را نیز محافظت و پاسبانی کردن وظیفه هم است. نمی فهمید مگر سبب شما را کشتن خواستنشان دولت را ناتنج کردن می باشد. مرا کشتن با کی پایدم میرسم؟ کشتن نه، فرمودن کلمه درست می باشد. فرمودن؟ مرا کشتن میخونم مگر؟ ولی کی؟ بسیار، اما شخصانی به شما نزدیک بوده. این آدمان بسیار انسانهای خطرناکند و چشمانشان تماما غرق خون می باشد. همانها بسیار شخصانی پلیت هستند و از کشتن نمی ایستند. از روی خبرهای گرفته امان این هیله‌گران تکنیک‌های کلانی مسافربر را، پایست، کشتی، اتوبوس‌ها را آتش زدن را و شخصانی منصبدار سوءقصد کردن را نقشه کشیدند. حالا هم نمی‌فهمید مگر مقصدشان آشکاراست، بین خلق ناتنجی برآوردن است. جنابان، با من دست رسانید می‌سوزید. من پلیس دولتی ام و اینجا به جناب ریختر ضرر دادن آمدم و ما 5 دقیقه اجازه دهید. این سفسطه است. من محافظ نمیخواهم. دانشگاه همون پاسبان دارد. در دانشگاه ما چنین واقعا رخ نمیدهد. اینجا دانشگاه پیشرفته است. از محافظ نخواستنتان ایمنید مگر؟ نه، نمیخواهم. میخیل باشد به این ورق رسمیه که تکلیف و پیشنهاد ما را رد نمودید امضا کنید. لطفاً جنابی من خوب بیاندیشید. من فکرم کندفهم هستید. درآید. مرا پرسیدید جناب اگمن؟ بله، گذرشین رانا. سه سال است که در اینجا کار میکنم. باری اول با من مشرف شد که به حجرتون درایم. خیلی عجیب بوده است کلکسیتون. بله، باریگه میمانند. شغل یک کلان شونده حرمت میکردم. راستیگه به ساخت ماینه سری همون کلان شونده مرا رقم آمد. پگاه برای گرفتن خبری میرویم. واقعی بزرگ خواهد شد. یعنی چی خیلی؟ خبر نشده به خبر میروم؟ خبر میشوید. خبری ترکنده. نفهمیدم. یعنی ما خبرنگاران بعد از به وقوع پیوستن یک واقعه خبر نمیکنیم مگر؟ گوش کن رانا. با پدر دوست هستم، برای همین هم تو رو انتخاب کردم. به جای گفتم میروی و خبری صحیفه اول را تو تیار میکنی. فهمو؟ صحیفه اول؟ بله، صحیفه اول. خیر چی کار کنیم که درست شود؟ فکری به سرم آمد. نقشه مخصوص کشیدنمان در کار. نقشتون چیست نمیدانم محترم سردار، لیکن پگاه در دانشگاه نمایش های بهاری می شود. یعنی روزی انتخاب شده از روی استراتژی بسیار درست است، لیکن برای ما بسیار حالت ناگوار است. نمایش های بهاری؟ تمام سرداران گروه های قسم تقویت را 1 ساعت پس در مجلس دیدن می خواهم.
саломат бош ҷонакам. ҷаноби сардухтур низ саломат бошад. ин телефон ҳеҷ хомӯш намешавад. беҳис занг мезанад. дӯстон бисёр дастгирӣ карданд. ташаккур ба ту ҷонакам. касе омад ҷонакам. хайр, то боздид. салом. салом, хуш омадед. нороҳат кардам ҷонон хонум? не, ин тавр нагӯед. марҳамат дароед. не, ман намедароям. хоҳиш мекунам. хайр, майлаш. марҳамат. ин писарчам. рав бозӣ кун ҷонакам. марҳамат, бишинед. шумо чӣ, дар хона бесатр мегардед? албатта. ба ин хел омаданам маро маъзур доред. хотираам хуб аст. ҳангоми баёноти шуморо гирифтани полис суроғаатон дар хотира монда буд. астағфируллоҳ. чой менӯшед? ташаккури зиёд. ҷонон хонум, шумо маро наҷот додед. ин кори тақдир аст ё ки тасодуф? дигар кас мебуд ҳам ҳамин тавр мекард. не, ин хел нест. қариб мурда будам. барои ба ҳаёт бозгаштанам аз дастатон меомадагиро кардед ва шуморо боз барои ин ба маҳбас кашидам. лекин ман дар асл барои ин ба наздатон наомадаам. барои аз шумо узр пурсидан омадаам. 50 сол аст профессори ҳуқуқшинос мебошам. лекин одамони дар як ватан зиндагӣ мекардагиамонро шинохта натавонистам. аслан ин ниқобе буд. гӯё чашмонамро парда гирифта буд. ин хел нагӯед. шояд мо худро ба тарзи лозимӣ нишон дода натавонистем. не, ин аз хушбиниашон. ҳақиқатро дида натавонистам. кош аз ҳамаи он заноне ки нисбаташон бадӣ кардам барои интихоби дину имонашон забон дароз карда будам узр пурсида метавонистам. барои асири бадгумониҳоям шуданам. барои онҳоро бадахлоқ гуфтанам, ҳолон ки худам бадахлоқӣ нишон додам. инро бинед. дар деворатон яке аз расмҳои дӯстдоштаи Кандинский овезон аст. айнан мисли ҳамин дар хонаи ман низ ҳаст. ин ба фикратон аҷиб нест магар? як беодобӣ нишон дода чӣ қадар инсонҳои самимона имон овардаро сатри пӯшидаашонро оташ задам, ҳақорат кардам, дашном додам, озурда хотир намудам, ранҷонидам. илтимос, ҷонона, аз номи онҳо ҳамин ҳадияамро қабул намоед. умедворам ки аз ин пас ҳамин сатри нафис байни мо мисли девор намешавад. шумо ягон айбе надоред. чӣ хеле ки гуфтам, шояд мо ба тарзи лозима худро нишон дода натавонистем. шояд баъзе амалҳоямон нафратовар намояд. шояд рафтори дурусте карда натавонистем. не, ин тавр нагӯед. чӣ хел ин қадар хуб метавонед бошед? чӣ хел? омаданамон айб нашуд магар? мемондем худашон танҳо суҳбат мекарданд. ин хел мешавад магар? ман янгаи зеҷон ҳастам, лекин модараш ҳисоб мешавад. тӯй нашуда танҳо монда намешавад. дар замони мо ҳамин хел буд магар? воллоҳ мегӯям ҳа, вақте ки бо наҷиб фотиҳа шуда будем, ягон бор танҳо ба берун набаромадам. аз дурӣ ҳам не, ҳа?
наҷиб ака бисёр хашмгин шудагистанд. не хашмгин нею шарм медошт. наҷиб шармгин аст. шарм медошт ҳатто бароям нигоҳ кунад. ای زیجون خودم رو راحت حس نمیکنم. چشمانشان همیشه سوی ماست. دست و پایم با هم میپیچم. бароҳат бош чӣ хел ин ҷойҳо маъқулат шуданд? حالا با منظره های زیبای استانبول نگاه کرده ایستادم. کجا بودست؟ چشمالت؟ چرا خندیدی؟ هیچ. التفاتت خنده‌ام را آورد. آش این بسیار بچه خنده آور است. خیالم عریق لبند است. بیایید غیبت نکنیم. الله تعالی بختشان رو دهد. اوچه لبای جانکم تخت قند گیرم میلش. پولی مایده داری؟ نه بعد میگیریم. کنی شربتت رو نوشیده ایست؟ زیجان به خدا که تلفظ کردن این اومد خوشم میآید. خیر میلش ما پگاه نهایت اوهله‌دار میشویم نه؟ بله. زیجان یگان واقعا رخ نمیدهد ها؟ زیجان نفهمیدم. نامم رو بسیار تکرار کرده جمله ساخته ایستاده مگر. اکا با نجیب سردار باوریم نمی آید. پگاه یعنی این مسخره بازی رو میکنه مگر؟ جناب امن، اگر امروز شما را ترسانده باشم عذر میخواهم. مایلش مهم نیست. جناب امن، نقل روزانه کردم را نقص فکر کرده برایید و این را گیرید. این چیست؟ در خانه میبینید. لطفاً گفتگی هم را فراموش نکنید جناب امن. شب خیر. لبای یک مهمون دارد جناب. کی بوده است؟ چی گفتنم را نمیدانم. یمن در کجای خطا کرده ایستاده ای؟ کور شده ایم. بیا این را قبول کنیم اکنون. من به جمع آمد پگاه روزی نمی روم. مرا معذور دار. بیایید جنگل رو دوست داریم. یک نهال یک انسان. مرحمت گیرید. شما هم گیرید. گیرید. یک نهال یک انسان. مرحمت گیرید. جنگل رو دوست داریم. یک نهال یک انسان. مرحمت برادران بیایید گیرید. احوال قسم تقویت را بین. مسخره بازی کرده ایستاده ایم یا عملیات میگذرانیم؟ معلوم نیست. مرحمت گیرید. مسخره باز بیا. در مجلس دیروزه نصف فهمانده نتوانستم. در این وطن برای اون که ناتنجی نشود مسخره باز هم شدن لازم می آید. خصه هم می شوید. قزیقچی هم. وظیفه ما این دولت و ملت ما را حمایت کردن است. این همه وقت با سلاح نمی شود. میفهمی؟ عذر میخواهم سردار. جیم، رو کارات را دوام ده.
مرحمت بیایید جنگل رو دوست دارید. محترم سردار اینجا هنوز یگان جنبشی نیست. جماعت کمتر پس آغاز می‌یابد. بجوید رو. خوب بدتر با میخوریم. این چیست؟ جنگل را دوست داریم. یک نهال یک انسان مرحمت گیرید. شما هم گیرید. رفیق سردار؟ چی معلوم شده است؟ تیز بخور شو. بخیر است؟ این چی احوال؟ چرا خواجه نصرالدین شده اید؟ بخور شو گفتم رهنو. رفیق سردار امروز اینجا یک چیز می شود. چی گفتی؟ سردارمون مرا به اینجا روان کرد. عجبم آمد. چی می شود نمیدانم، لیکن یک خبری صحیفه اول می براری بود. یعنی او هم آگاه است؟ لبای؟ گوش کن رهنو، با تو توصیه رکتورانه و کسانی او را گوش میکردگی را صورت گیر. چرا؟ هنوز شخصش رو پناه پیدا نشد. خوب باشه ها، شما هم نغزکک بینید. محترم سردار اینجا هنوز یگان جنبشی نیست. فهمم. شخصی شوخنوف نمیتابد. تمام. در اینجا نیز وضعیت آرام است. دوستان رکتورمون سخنرانی میکند. محترم خبرنگاران، چطوره که بدانید آدمانی هستند که دولتمان را از پیشروی و تاریکی های اصل میانگی کشیدن میخواهند. حتی به این عقیده هم که این آدمان را توده گوییم درستتر بشود. ولی یک توده بیچاره که چی کار کردنشان را نمیدانند و طبیعی است که دینمان را برای منفیت خود استفاده میبرند. شخصی شوخنوف پیدا شد. من این روز بدیاران اللهی سرگیر خیلی بسیار ممنونم. دموکرات را بهانه کرده هر کار را کنند هم ما را به اصلهای میانه برگرداندن خواهند هم و ما تحصیل کرده نمیتوانم، زیرا ما اصل شدگان، ما اصل زاده ایم. بزنید! میخوانم همه بزنید! رکتور رو پروندن. یاری تجیلی جه زنید. یاری تجیلی رو جه زنید. جنابی امان سینا شکری زیاد آرام شوید جنابی امان. چیزی نشده است. تیرهای پذیر کوچ راست آمده سوزانده است. تشکر. برای چی؟ برای زره پوش. تماشابینان محترم، رکتور آبرومند و متفکر معاصر شناخته شده خونخوارانه تیرباران کرده کشته شد. جناب این طور باشد به نقشه ب بگذاریم.